قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اما بعد. پروردگار از بندگان خود خواسته که از گناه فاصله بگیرند و اونجایی که پروردگار حد و حدود و قوانینی برای بندگان خود بیان کرده، همش برای این است که بندگان از شر گناه در امان بمانند و اسیر گناه نشند. به نص صریح قرآن مجید مؤمنان بندگان مخلص خدا سخت از گناهان کبیره پرهیز می کنند و این یکی از ویژگی ها و خصوصیات افراد مؤمنه که فرد مؤمن آگاهانه و با نقشه قبلی مرتکب گناه کبیره نمیشه و اگر خدای ناکرده فرد مؤمنی مرتکب گناه کبیره بشه، این گناه لغزشی است و آنی و به همین دلیل بر آن گناه اصرار نمی‌ورزه، زود متوجه اشتباه و خطای خود میشه، از کرده خود پشیمان میشه و به سوی خدا باز میگرده و از خداوند طلب عفو و بخشش و آمرزش میکنه. آنچنان که خداوند در سوره مبارکه آل عمران در وصف اهل تقوا چنین فرموده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا. بله، فرد مؤمن برای همیشه اسیر وساوس شیطان نمیشه، بلکه همین که شیطان خواست به درونش فکر کنه، خواست که او را از حق منصرف کنه و از جاده حق به در ببره، از خواب رفتنش بیدار میشه و متوجه حق میگردد و با بصیرت تمام راهش را ادامه میدهد. باز آنچنان که در سوره مبارکه اعراف میخوانیم: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. و این خود بیانگر لطف و مرحمت الهیه. خداوند دانسته که بندگانش دچار اشتباه و لغزش میشن، دروازه های توبه را به روی آنان نبسته، بلکه دروازه های توبه را همچنان به روی بندگانش باز گشوده، به خصوص به روی بندگان مؤمن و با تقوایش. و باز اشاره به این لطف بزرگ الهی دارد که
خداوند انتظار این را نداره که بندش اصلا گناه نکنه. خداوند انتظار این نداره که بندهش معصوم بماند و به کلی به گناه نزدیک نشه. نه، خداوند این انتظار را از بندگان خودش نداره. خداوند بخشاینده مهربان انتظارش از بندگانش اینه که اگه بنده مؤمنی دچار لغزشی شد به دلیل جهالت، برای لحظاتی غافل شد و مرتکب گناه شد، بر گناه اصرار نورزد و به سوی خدا بازگردد. میخوانیم خداوند در سوره مبارکه نساء میفرماید: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. توبه که از طرف خداست و برای بندگانشه، اون توبه که خداوند از بندگانش میپذیره اینه که بنده بیاد از روی جهالت مرتکب خطا و گناهی بشه، ثم یتوبون من قریب، سپس زودم توبه کنن، فاولئک یتوب الله علیهم، خدا توبه اینها را میپذیره، و کان الله علیما حکیما. اما اون بنده‌ای که، اون شخصی که گناه میکنه آگاهانه با نقشه های قبلی به گناه خودش عشق می‌ورزه، به انجام گناهش افتخار میکنه، دیگران را نیز به سوی گناهش تشویق میکنه، فقط مرگ و سکرات مرگ او را از خواب غفلتش بیدار میکنه، این چنین شخصی توبهش توبه فرانیه و توبهش مورد قبول درگاه پروردگار نخواهد بود که در آیه 18 سوره مبارکه نساء میخوانیم: ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. خداوند توبه کسانی را نمیپذیره که آگاهانه گناه میکنن و بر گناه اصرار می‌ورزند و به انجام مرگشون از خواب غفلتشون بیدار میشن و توبه میکنن. نه، اینا و کفار یکسانن در پیش خدا و برای همهشون خداوند عذابی دردناک مهیا کرده. شما ببینید لطف و مرحمت خدا را تکرار میکنم. انتظارش از بندش اینه که اگه دچار لغزش شد بر گناهش اصرار نورزه، به گناه و بی تقوایی عشق نورزه، به گناهش افتخار نکنه، گناهش را برای دیگران بازگو نکنه. انتظار زیادی هم نیست. و جالب اینجاست که در سوره مبارکه انعام میخوانیم که خداوند پیامبرش را، سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم علیه السلام را مأمور میکنند. پیامبر از جانب خدا مأمور میشند. حال ببینیم چه مأموریتی دارد. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ای پیامبر،
وقتی به حضور تو مشرف شد، وقتی که مؤمنان به حضور تو آمدند، بر آنان سلام بفرست، بر آنان سلام کن و به آنان بگو خداوند بر خود واجب کرده. به این نکته خیلی مهمه، بر آنان سلام کن و به آنان بگو خداوند بر خود واجب کرده. و میدانیم چیزی بر خدا واجب نیست. اونجایی که خداوند چیزی را بر خود واجب میکنه فقط از روی لطف و مرحمتشه، به لطف و کرم و مرحمتش آمده چیزی را برای بندگانش بر خود واجب کرده. بیانم بگو خداوند بر خود واجب کرده که هر که از شما گناهی مرتکب بشه، اونو از روی جهالت، سپس توبه کنه و خود را اصلاح کنه، به یقین که خداوند بخشاینده و آمرزنده است، مهربان است و بخشنده. گویی پیامبر مأمور شده که بر گناهکاران مؤمن سلام کنه و این پیام الهی را به مؤمنان گناهکار برسونه که از رحمت خدا ناامید نشن، اگه اشتباه کردن، اگه دچار لغزش شدن و به سوی خدا بازگردن و گذشته خود را جبران کنند و بکوشند که آینده خود را اصلاح نمایند، به یقین که خداوند گناهان آنان را میبخشه. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگو به آن بندگانی که زیاد در حق خود ظلم کردند، به آن بندگانی که در گناه اسراف ورزیدند، بگو از رحمت خدا ناامید نشید که خداوند جملگی گناهان را میبخشه. اما شرطش چیه؟ و انیبوا الی ربکم، باز گردید به سوی خدا. گناه کردید و از خدا دور شدید، به دلیل فسق و فجور و خطا و لغزشتون از خدا و از حق فاصله گرفتید. حالا برگردید، از باطل دور بشید و به حق نزدیک بگردید. بازگشت تنها کافیه. و اسلموا له، بعد از اینکه بازگشتید به سوی خدا، بعد از اینکه از باطل فاصله گرفتید، دیگه تسلیم خدا بشید. پس توبه همراه با تسلیم، بازگشتی همراه با فرمانبری و اطاعت کردن از خدا و رسولش و قانون خدا. اینا یعنی اینکه پروردگار آمدن ما را از انجام گناه اینچنین برحذر داشته‌اند و سپس بندگان خود را دستور دادند که بر گناه اصرار نورزند و دست از گناه بشویند و به سوی خدا بازگردند. حکایت از امری مهم داره، حکایت از این مطلب مهم داره که گناه چنان که گفتیم خطرناکترین دشمنی است که انسان و انسانیت را تهدید میکنه و به گفته بزرگان خطر گناه بر نفس انسانی بیشتر از خطر سم بر بدنه. چگونه سم برای بدن کشنده است؟ گناه نیست چنین. دقت بفرمایید. چه چیز ابلیس را از ملکوت آسمان ها به پایین کشاند؟ چه چیز ابلیس زیبنده را زشت چهره کرده؟ چه چیز آن بنده عزیز را ذلیل کرده؟ چه چیز آن بنده ای که در قرب خدا بوده از خدا دورش کرده؟ چه چیز آن مرحوم را ملعون کرده لعنه الله؟ و چه چیز سبب شد که آن بنده ای که در قرب رحمت خدا و از جمله بهشتیان بود به نص صریح قرآن مجید دوزخی گردد؟ جز گناه. ابا و استکبر و کان من الکافرین، او از قبول حق امتناع ورزید و استکبر استکبار ورزید، تکبر ورزید و کان من الکافرین و از جمله کافرین شد. و بعد
چه چیز ملت‌های عاد و ثمود و فرعون و شعیب و دیگر ملت‌ها را به هلاکت و به خاک ذلت و خواری نشاند؟ جز گناه چیز دیگه ما سراغ داریم؟ و هر ملتی را که گرفتیم، هر ملتی را که ذلیل و خوار و هلاک کردیم، فقط به دلیل گناهانشون بوده. بله، چون و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون. ممکن نیست پروردگار شهر و روستا و مردمش را هلاک کنه در حالی که ملت اونجا اهل صلاح‌اند. امکان نداره. پس گناه سبب ویرانی و هلاکت جامعه بشری میشه و در هر جامعه دیدید که گناه داره منتشر میشه و مردمش در قبال اون انتشار گناه سکوت اختیار کردند، بدانید که مقدمه و زمینه ویرانی و هلاکت اون ملت داره فراهم میشه. به تعبیر دیگه، نعمت زیاد و شکر کم، بی‌طاعتی و بی‌تقوایی در جامعه ای این جامعه را به سوی ذلت و خواری و ویرانی و هلاکت میکشونه. خداوند در سوره مبارکه اسراء می‌فرمایند و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدمیرا. وقتی ما اراده کنیم ملت و شهری را هلاک و نابود کنیم، زمینش فراهم میشه دیگه. این زمینش را چه کسانی فراهم میکنن؟ انسان‌های فاسد در اون جامعه، انسان‌هایی که دست به طغیان زدن، دچار فساد گشتن و در آن جامعه دارن طغیان میکنن. همان مترفین، اینا با فسادشون، اینا با تبهکاریشون، اینا با فسق و فجورشون زمینه هلاکت و ویرانی جامعه خود را فراهم میکنند. فحق علی القول فدمرناها تدمیرا. وقتی اونها فساد کردن، وقتی جامعه به طرف فساد کشونده شد، عذاب بر آنان واجب میشه و خداوند آنان را سخت به انتقامش میگیرد و آنان را هلاک و نابود میکنه. و نمونه بارز این مطلب را ما در سوره مبارکه نحل میخوانیم که واقعا باید برای همه ما درس عبرت باشه. قبل از اینکه به این آیه کریمه اشاره داشته باشیم، یه بار دیگه من عرض کنم رابطه مستقیمی است بین وفور نعمت و بین شکر و سپاس و طاعت و عبادت. یعنی چی؟ طاعت و عبادت و شکر و سپاس نعمتهای خدا را زیاد میکنه و رابطه مستقیمی است بین ناشکری و ناسپاسی و همچنین هلاکت و نابودی و قحطی و ناامنی. و این مطلب را به وضوح میتوان از قرآن مجید استنباط کرد. هر جا که گناه زیاد باشه، پروردگار کم کم آنان را به سوی قحطی و ناامنی و تورم میکشونه، نعمتهاش را از آنها میگیره. خیلی ساده، آن جایی که ناشکری و ناسپاسی باشه، آن جایی که گناه و گنهکار حاکم باشد در جامعه، ازشون سلب نعمت میشه. لئن شکرتم لازیدنکم، و این وعده خداست، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید که در سوره مبارکه ابراهیم دیگه. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت را از کفت بیرون کند. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.